ده‌ها خانواده هزاره در منطقه دری کشرو ولسوالی دولتیار ولایت غور به دستور ملا احمد شاه دین دوست، والی پیشین طالبان در غور و فرمانده فعلی قل اردوی 205 البدر، ناچار به ترک خانه‌های خود شدند. یکی از ساکنان دولتیار گفت که نزدیک به 600 خانواده در منطقه دری کشرو دستور دریافت کردند تا به زودی خانه‌های خود را تخلیه کنند. یکی دیگر از مردان ساکن این منطقه که خود را 80 ساله معرفی کرد گفت: اجداد و پدران ما نسلا در نسل در این روستا زندگی کردند و این ملکیت ارثی و اجدادی ماست، اما حالا مجبور شده ایم طبق دستور ملا احمد شاه دین دوست خانه‌های خود را ترک کنیم. او علاوه کرد که ما فقط دامان خدا را داریم. ملا احمد شاه دین دوست که ساکنان ولایت غور است، از سال 2021 تا سپتامبر 2024 به عنوان والی طالبان در این ولایت فعالیت داشت. او بارها متهم شده است که خانه‌ها و زمین‌های مردم را غصب کرده و از بازرگانان و سازمان‌های بین‌المللی امدادرسان اخاذی کرده است. قربستون سردار به این منطقه منای سنگ شوره باشه، دروازه باشه، دنجرگت باشه، نرمتا باشه. قربستون سردار این وجودی نداره. ملک پدر و بابا و اجداد مایه، از نیکه مایه، از 400-500 سال ما در این زندگی کرده بابا و نیکه ما. ملک خود مایه که ما رو که حکومت بار میکنه به امری امشا دین دوست. این بازم ما دامن خدا رو داریم. ما بی دامن خدا زور ما دمشا نمیرسه اصلا. دمشای دین دوست این کارا همه را مشا میکنه به سر ما. خدا حافظ دیگه. ما دیگه بخصاص ما از خداوند نیم، دیگه از هیچ کس نداریم. خدا خود بخصاص کنه. سردار چو قرصون این هم از خود ما یک دیگه سردار نه که دو تا نمی‌جوره سردار است دیگه پا قرصون است. ما اینم به سر خدا پتا بیچارگی دادم اینا رودخانه بود هم را شیات رو بکاره چی کاش کردیم زمین چی کردیم اینا لکه پنجه خور میکنه اینا لکه هم سرگردون لولبون ترکای ما سرگردون خود ما سرگردون از خانه ما بردیم. جامعه گرمی بری تابستان همه تفلایی سال شوش کم در چه مردم پشنه گوشنه تیرزال پیرمرد دیگه جو مانا شد. هر کس خانه اینا جای زندگی داره مربوط نمیشه. ریبا خونم کوچیجواری یک سر کی کابل بریم سر از مایه کی کفر از خانه هیچ کسی رو ظلم هیچ کس سر از مایه مردم غریب بیچاره در بده افریقا پاره هم کودکای ما میرگیه